به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. درباره معنی زندگی، نویسنده ویل دوران، مترجم شهاب الدین عباسی که بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه این کتاب رو چاپ کرده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ویل دوراند متولد 1885 و وفات 1981. تاریخ‌نگار، فیلسوف و نویسنده امریکایی. مهمترین اثر او تاریخ تمدن، مجموعه کتابی 11 جلدی است که با همکاری آرپل دوراند همسرش نوشته است. او در این کتاب توانسته با استفاده از آثار مورخان دیگر از هرودوت تا آرنولد توپنبی مکتبی نوین از تاریخ نگاری را به وجود بیاورد. از دیگر آثار او تاریخ فلسفه، لذات فلسفه و دعوت به فلسفه هستش. زندگی ما چه معنایی دارد؟ درباره معنی زندگی اثری مهم و خواندنی از مورخ و فیلسوف پرآواز ویل دوراند است که در پی درخواست مردی به نگارش درآمد. آن مرد از وی درخواست کرد دلایلی به دست او بدهد که چرا نباید خودش را بکشد، وگرنه خودکشی خواهد کرد. دوراند در آن وقت محدود پاسخهایی به آن مرد داد و مدتی بعد نامه‌ای برای بسیاری از شخصیت‌های مشهور و صاحب نظر از جمله ماهاتما گاندی، جورج برنارد شاو، سیگنل لوئیس، جواهرلال نهرو و اندره مورئا فرستاد و از آنها در این زمینه نظر خواست و پاسخهای رسیده را به همراه دیدگاه خود منتشر کرد. این کتاب یکی از مهمترین آثار ویل دوراند است که متن اصلی آن سالها در محاق افتاده بود و چاپی از آن در دست نبود. این کتاب پس از چندین دهه از چاپ نخست به کوشش جان لیتل که تا به حال کتاب‌های متعددی از ویل دوراند را ویراستاری و منتشر کرده، سرانجام در سال 2005 منتشر شد. دیدگاه‌های کسی که هزاران صفحه تاریخ تمدن نوشته راجع به معنا و ارزش زندگی باید جالب توجه باشد. ویل دوراند مورخ، اندیشمند و نویسنده‌ای خوشقلم. او را از اولین کسانی می‌شمارند که سعی کرد فلسفه را از برج عاج آکادمی‌ها به میان زندگی روزمره مردم ببرد. این کتاب حاوی دیدگاه‌های نویسندگان و شخصیت‌های متعددی است که هر یک نگاه خاص خود را به جهان و زندگی دارند و گاه بدون در نظر گرفتن رویکردهای دینی، تعاریفی حاکی از تردید و پوچی از آن به دست دادند که با نقص‌های جدی مواجه است. ویل دوراند برنده جایزه پولیتزر و مدال آزادی است. او بیش از 50 سال از عمرش را صرف نوشتن مجموعه کتاب‌های معروف تاریخ تمدن کرد و در 92 سالگی کتاب قهرمانان تاریخ را منتشر کرد. اولین کتاب او، داستان فلسفه، در طول بیش از 7 دهه بازچاپ شد و بیش از هر اثر دیگری مردم را با موضوع فلسفه آشنا کرد. کتاب دعوت به فلسفه او هم اثری بسیار خواندنی و شیرین است. توصیه دوراند به جوانان که در پایان کتاب گنجانده شده از همین کتاب است. دوراند به عنوان مدافع حقوق بشر مباحثی مانند برادری میان انسانها و اصلاح اجتماعی را مدتها پیش از آنکه این مباحث عمومیت پیدا کند مطرح کرده بود. او از طریق آثار و نوشته‌هایش همچنان در کار آموزش دادن و غنا بخشیدن به خوانندگان سراسر جهان است و به میلیون‌ها انسان الهام می‌بخشد که
زندگی‌هایی با چشم‌اندازهایی بزرگتر و فهم و شفقت بیشتر داشته باشند. در پاییز سال 1930 ویلدوران در خانه‌اش در لیک هیل، نیویورک سرگرم جمع کردن برگ‌ها بود. آب و هوا خاص آن وقت از سال بود و نسیم خوش و خنکی که از شمال می‌وزید حسی از نشاط و سرزندگی در او می‌دمید. دوران همینطور که مشغول کار بود، مرد خوش‌پوشی نزدیکش شد و با صدای آرام به او گفت قصد دارد خودش را بکشد، مگر آنکه فیلسوف بتواند دلیل معتبری برای او بیاورد که این کار را نکند. دوران که فرصتی برای پرداخت فلسفی به این موضوع نداشت، نهایت تلاشش را کرد تا دلیلی برای ادامه زندگی به دست آن مرد بدهد. خود دوران بعدها ماجرا را اینطور به یاد می‌آورد: به او پیشنهاد کردم کاری برای خودش دست و پا کند، ولی او یکی داشت. گفتم غذای خوبی بخورد، ولی او گرسنه نبود. معلوم بود که دلیل‌های من تأثیری روی او نگذاشته بود. نمی‌دانم چه بر سرش آمد. در همان سال چندین نامه اعلام خودکشی دریافت کردم. بعدها متوجه شدم که 284142 خودکشی بین سالهای 1905 تا 1930 در ایالات متحده رخ داده است. چه دوراهی دشواری و چه آماری! و آمارهای اخیر حتی هشدار دهنده تر هستند. سازمان بهداشت جهانی تخمین زده که تنها در سال 2000 میلادی 1,000,000 نفر به زندگی خود پایان دادند. در ایالات متحده به طور متوسط 84.4% نفر در روز خودکشی می‌کنند که به 309,003 مرگ به دست خود می‌انجامد. هر 17.1 دقیقه یک نفر امیدش را وامی نهد و به زندگی خود خاتمه می‌دهد. پس آیا اصلاً عجیب است که پرسش جاودان فلسفه این باشد که معنی زندگی چیست؟ و آیا سؤالی مهمتر از این می‌تواند وجود داشته باشد؟ اندیشمندان و فرزانگان در طول قرون متمادی برای صورتبندی پاسخهایی به این پرسش ابدی سعی و تلاش بسیار کردند. برای عده‌ای این کار یک موشگیری فکری است و برای عده دیگر همانطور که دیدیم جواب این سوال معنایی بسیار عمیق و بالقوه نتایجی مهلک دارد. خود این سوال حاکی از سوالهای فراوان دیگر است. اینکه ما در این جهان چه می‌کنیم؟ آیا خدایی هست؟ اگر هست چرا این همه رنج می‌کشیم؟ اگر نیست فایده نفس کشیدنمان چیست؟ آیا وجودمان بر روی این کره خاکی صرفاً آخرین تمرین برای نمایش بهتری است که در پی می‌آید، یا هرچه هست همین است؟ و اصلاً هستی چیست؟ یک نمایش مضحک و عجیب و غریب کیهانی؟ نوعی سازگاری اتفاقی اتم‌هایی که طی میلیون‌ها سال به آفرینش موجودات ذی‌شعوری پر از خشم و هیاهو برای هیچ منتهی شدند؟ یا معنای عمیق‌تری در کار است؟ دوران می‌گوید این مسئله معنی زندگی مدتی طولانی اهمیت خاصی برای او داشت. از وقتی که ایمان دینیم را از دست دادم در مورد این مسئله به فکر فرو می‌رفتم و زمانهایی غرق در حالتی از دلسردی می‌شدم، شبیه دلهره یا اضطرابی که در دوره معاصر اگزیستانسیالیست‌های فرانسوی و آلمانی از آن حرف زده‌اند. قصد دارم مزه دهن شخصیت‌های سرشناس را در مورد معنی زندگی بفهمم، پاسخ‌های آنها را چاپ کنم و پاسخ خودم را هم اضافه کنم. دوران نشست و نامه‌ای نوشت. نامه‌ای که در طرح پرسش‌ها فلسفی بود و طنینی شاعرانه داشت. او آن نامه را برای 100 نفر فرستاد و از آنها دعوت کرد نه تنها به پرسش بنیادی معنی زندگی به طور انتزاعی جواب بدهند،
بلکه بگویند خودشان به طور عینی و خاص در زندگی چگونه معنی، هدف و رضایتمندی یافتند. به تعبیر دوران، سرچشمه‌های الهام و انرژی شما چیست؟ هدف یا انگیزه نیروبخش زحمت و تلاش شما چیست؟ از کجا تسلی خاطر و شادمانی می‌یابید و دست آخر گنجتان در کجا نهفته؟ مطمئناً دوران امید داشت پاسخهایی که از چنین چهره‌های پرفروغی دریافت می‌کرد چیزی در خودشان داشته باشند که به پرسش آن بیگانه خوشلباسی که در آن روز پاییزی سال 1930 در باغش ظاهر شد جواب درخوری بدهد. در واقع قضیه فراتر از اینها بود. پاسخها بیش از آن که تاریک و اندوهبار باشند شوق‌انگیز و مثبت بودند و رفعت و ستایشی شادمانه را در هر واقعیت وجودی بیان می‌کردند. پاسخهای آنها همراه بود با بصیرت‌های شخصی در این زمینه که چگونه باید زندگی را معنیدارتر کرد. پاسخها از همه سو بودند و از فهرستی درخشان از شخصیت‌های برجسته می‌آمدند. اما چون تعداد اسامی خیلی زیاد هستش، من اسامی رو برای شما نمی‌خونم و میرم سراغ ادامه‌ای که آقای دوران نوشته. بیشتر پاسخها قابل توجه‌اند، بعضی‌ها کوتاه هستند و لحنی تحقیرآمیز دارند و تفره می‌روند. دوران در تجدید نظر در محتوای کتاب در اواخر دهه 1970 یعنی چیزی حدود 40 سال پس از نگارش آن می‌نویسد: امروز که این جواب‌ها را مرور می‌کنم می‌بینم بیشتر از همه جواب‌های بیرت، پویس و مورئا را دوست دارم. هرچند تأثیرانگیزترین نامه از طرف محکوم شماره 792-06 آمده بود. به محض اینکه همه جواب‌ها رسید، دوران رفت سراغ خودش و پاسخی جلوی پرسش‌هایش گذاشت که خود یک اثر فلسفی والا بود و نشان از خوشبینی قدرتمندی داشت. دوران عنوان کتاب را درباره معنی زندگی گذاشت و در سال 1932 یک مؤسسه انتشاراتی کوچک آن را چاپ و منتشر کرد. کتاب تبلیغ نشد و فقط در میان عده‌ای اندک راه پیدا کرد. امروز تقریباً هیچ نسخه‌ای از متن اصلی کتاب در دست نیست و این از بسیاری جهات خیلی ناگوار است، چون اتفاقاً این کتاب مهمترین کتاب در مجموعه آثار ویل دورانت است. من به امید اصلاح این وضع این دست‌نوشته را از نو ویرایش کردم و یک بار دیگر با عنوان درباره معنی زندگی در اختیار علاقه‌مندان قرار دادم. درباره معنی زندگی کتابی نیرومند راجع به موضوعی بسیار مهم است. کتابی است که مخصوصاً در پرتو آمارهای یاد شده لازم است همچنان چاپ شود و در انظار عمومی به عنوان دست کم بدیلی در برابر اندیشه‌های تاریک باقی بماند. در این کتاب ویل دوران یک تیم رویایی از بازیگران نقش دوم برای گروه بازیگرانش شکل داد که هم عمیقاً و هم متنوع و رنگارنگ. مطمئناً دست کم یکی از این افراد اگر خود دوران نباشد حرفی برای گفتن دارد و چیزی دستتان می‌دهد که در زندگیتان به شما کمک کند. تا به حال چنین گروهی از شاعران، فیلسوفان، فرزانگان، زندانیان، ورزشکاران، برندگان جایزه نوبل، استادان دانشگاه، روانشناسان، مربیان، موسیقیدانان، نویسندگان و رهبران با هم وارد بحث درباره چنین پرسشی عمیق نشده بودند. خواننده در لابلای نگرش‌های گوناگون آنها به رغم تفاوت‌هایشان متوجه رشته‌ای ثابت می‌شود که در دیدگاه‌های آنها جریان دارد و از وجه مشترکی در میان انسان‌ها پرده برمی‌دارد. دیدگاه‌های این شخصیت‌ها نشان می‌دهد که آنها نه تنها در زندگیشان به دنبال معنی بودند، بلکه عملاً به آن دست پیدا کردند. درباره معنی زندگی شامل نگرش‌هایی که به ابرهای اوهام
و آرزوهای بی اساس آویخته باشند نیست، بلکه در خاک فلسفه دنیای واقعی دوران و منزلت خاص خود او در مقام یک متفکر ریشه دارد. کتاب مشفقانه ولی در عین حال واقع‌بین و جدی است. یک کتاب خوشبین و جسور که نمونه‌هایی پیش روی خواننده می‌گذارد از اینکه چگونه انسان‌های هم نوع وی از محدوده ترس‌ها و نگرانی‌ها پا بیرون گذاشتند و زندگی‌هایی توأم با اصالت و هماهنگی و دلگرمی در پیش گرفتند. درباره معنی زندگی کتابی است که باید دست هر فارغ التحصیلان دانشگاه و دانشجویی که بادبان برمی‌افرازد و سفرش را در دریاهای اغلب طوفانی و متلاطم زندگی شروع می‌کند باشد. باید در کتابخانه‌های شخصی خانواده‌ها حضوری دائم داشته باشد، چون بر موضوع مهمی نور می‌افشاند و امیدی نو ارزانی می‌کند و پاسخ مثبت و روحیه بخشی به این پرسش بزرگ فلسفی می‌دهد که معنی زندگی چیست؟ شاید همانطور که دوران از آن بیم داشت یک کتاب صرف حتی وقتی به دست آدم‌های رنج کشیده می‌افتد چه بسا در کاهش میزان خودکشی‌ها و روشن کردن زندگی‌ها کار چندانی نکند ولی باز به زحمتش می‌ارزد. جان لیتل. بخش اول، تمنای معنا یا معنی. فصل اول، یک نامه. در 15 ژوئیه 1931 نامه زیر را با تغییراتی از خانه‌ام در نیویورک برای برخی از شخصیت‌های مشهور معاصر داخلی و خارجی که جایگاه بالایی برای هوش و ذکاوتشان قائل بودم فرستادم. دوست گرامی، آیا لحظه‌ای دست از کارتان می‌کشید و با من وارد بازی فلسفه می‌شوید؟ من تلاش می‌کنم با پرسشی روبرو شوم که نسل ما شاید بیش از هر نسل دیگر گویی همیشه آماده مطرح کردن آن بود و هیچ وقت نتوانست به آن جواب دهد. این پرسش که معنی با ارزش زندگی انسان چیست؟ با این پرسش بیشتر نظریه پردازها از اخناتون و لاوتسه گرفته تا برگسون و اسپنسر سر و کار داشتند. نتیجه هم نوعی خودکشی عقلی بود. اندیشه با نفس گسترش خود گویی اهمیت زندگی را از بین برده است. رشد و توسعه معرفت که برای آن این همه آرمان گرا و اصلاح طلب دست به دعا می شدند به سرخوردگی ختم شد که روح نسل ما را تقریباً در هم شکسته است. ستاره شناسان می گویند زندگی آدمی فقط لحظه‌ای ناچیز در خط سیر یک ستاره است. جغرافیدانها می گویند تمدن چیزی نیست مگر دوره کوتاه و ناپایدار میان عصر یخبندان و زمان حال. زیستشناسان می گویند همه زندگی جنگ و جدال است و تنازع بقایی میان افراد، گروه‌ها، ملت‌ها، همپیمان‌ها و انواع دیگر. مورخان می‌گویند پیشرفت پنداری است که شکوه و افتخار آن به انحطاطی حتمی ختم می‌شود و روانشناسان هم می‌گویند اراده و خویشتن ابزاری ناتوان برآمده از وراثت و محیط هستند و روح فساد ناپذیر هم چیزی نیست مگر التهاب گذرای مغز. انقلاب صنعتی خانه را نابود کرد و کشف داروهای ضد بارداری، خانواده، اخلاق و شاید ادامه نسل را نابود می کند. عشق به پدیده مادی تجزیه و تحلیل می شود و ازدواج هم به یک آسایش روانی موقت تبدیل می شود که فقط کمی بالاتر از بی قید و بندی جنسی است. دموکراسی به چنان فسادی دچار شده که فقط خدا می داند و رویاهای جوانیمان در مورد آرمان شهر سوسیالیستی با این حرص و طمع سیریناپذیری که در آدم‌ها می‌بینیم هر روز بیشتر رنگ می‌بازد. هر اختراعی قدرتمندان را قوی‌تر می‌کند و ضعیفان را ضعیف‌تر. هر روال ماشینی
جای انسانها را میگیرد و به ترس و وحشت از جنگ دامن میزند. خدا که روزگاری تسلی خاطر زندگی‌های مختصرمان بود و پناهگاه ما در رنج‌ها و مصائبمان، ظاهراً از صحنه ناپدید شده است. هیچ تلسکوپی، هیچ میکروسکوپی او را کشف نمی‌کند. زندگی در آن چشمانداز فراگیری که فلسفه نام دارد، تکثیر نامنظم حشرات انسانی بر روی زمین است. بیماری عظیمی است که باید زود چاره‌ای برایش اندیشید. در این چشمانداز هیچ چیز جز شکست و مرگ قطعی نیست و زندگی خوابی است که انگار بیداری در پی ندارد. ناگزیر به این نتیجه می‌رسیم که بزرگترین اشتباه در تاریخ بشر کشف حقیقت بود. کشف حقیقت ما را آزاد نکرد مگر از پندارهایی که تسلیمان می‌دادند و از قیدهایی که حفظمان می‌کردند. کشف حقیقت ما را خوشبخت نکرد چون حقیقت زیبا نیست و شایستگی آن را ندارد که با این همه شور و اشتیاق دنبال شود. حالا که به آن نگاه می‌کنیم حیرت می‌کنیم که چرا اینقدر برای یافتنش بی‌تاب بودیم، چون هر دلیلی برای وجود داشتن را از ما گرفته است، به جز لذت‌های لحظه‌ای و امید ناچیز فردا را. این وضعیتی است که علم و فلسفه برای ما به وجود آوردند. من که سالهای بسیار عاشق فلسفه بودم، حالا به خود زندگی برمیگردم و از شما به عنوان کسی که هم زندگی کرده و هم اندیشیده میخواهم کمکم کنید بفهمم. شاید نظر کسانی که زندگی کرده اند با نظر کسانی که فقط اندیشیده اند و در پی حیات فکری بوده اند فرق داشته باشد. خواهش میکنم لحظه یا لحظاتی از وقتتان را به من اختصاص بدهید و به من بگویید زندگی برای شما چه معنایی دارد. چه چیزی باعث می شود ناامید نشوید و همچنان ادامه بدهید؟ دین چه کمکی، اگر کمکی هست، به شما می کند؟ سرچشمه‌های الهام و انرژی شما چیست؟ هدف یا انگیزه کار و تلاشتان چیست؟ تسلی‌ها و خوشی‌هایتان را از کجا پیدا می کنید؟ و دست آخر گنجتان در کجا نهفته است؟ به اختصار بنویسید اگر الزامی در کار است. طولانی بنویسید اگر میسر است. چون هر کلمه از شما برای من گرانبهاست. ارادتمند شما، ویل دورانت. من این نامه را دقیقاً بیانگر نظرات و نتیجه گیری های خودم راجع به معنای وجودمان نمی‌دانم. من طبعم را اینقدر افسرده و ناامید نمی‌یابم، ولی دلم می‌خواست از ابتدا با تلخ‌ترین امکان‌ها روبرو شوم. ورق را علیه تمایلاتم برگردانم و مسئله را طوری مطرح کنم که در برابر خوشبینی سطحی که افراد به لطف آن موفق می‌شوند از مسائل عمیق‌تر زندگی فاصله بگیرند، مسئول باشد. و از آنجا که هیچ کس حق ندارد اعتقاد بورزد مگر آنکه شاگردی شک را کرده باشد، قصد دارم درباره چیزهایی که در مقابل ارزش و اهمیت زندگی انسان قرار دارند مفصل تر سخن بگویم. پس از آن پاسخهایی را که از ملیت‌ها و قاره‌های مختلف به این نامه داده شده بررسی می‌کنیم و در فصل نهایی هم پاسخ خودم را مطرح می‌کنم با نهایت صداقتی که نیم قرن زندگی در برابر بزرگترین وسوسه‌های دروغ گفتن در من باقی گذاشته است. و این کتاب خیلی خیلی زیباست. دیگه بیشتر از این در اختیار من نیست که برای شما بخونم. حتما بهتون پیشنهاد میکنم این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. امیدوارم که لذت برده باشید. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.